درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی و رئیس لیگ IBA بوکسینگ عمر نظرویچ کریملیوف روز 13 ایون در دوشنبه در خیابان سینا اولین خشتی مجموعه بوکس را گذاشتند. این مجموعه با قول روسو کمپلکس، سپورت کمپلکس، аренаи бокс аз се табақ иборат аст ва дар дохили ин маҷмуа 7000 одам мегунҷад, 7000 тамошобин. дӯстон, ин аввалин маҷмуаи бузургтарин фикр мекунам дар тоҷикистон аст барои мусобиқаҳои ҷаҳонии бокс, ҷудо ё ки MMA, ҳатто UFC мешавад ки дар он ҷо баргузор кунӣ, чунки 7000 одам мегунҷад. дӯстон, ин خیلی خبری خوش است و این وقتی که در آنجا قهرمانی جهان اوید با بوکس میشود یا جودو میشود یا که MMA نمیدونم نمودی ورزش ها، این مردم، این جوانان رو، همون بچه های نورس رو با ورزش جلب میکند. اونا که میبینن همش میخواهند که ورزشکار شوند و قهرمان شوند مثل این قهرمانی که در اونجا اشتراک میکنند. این خیلی خبری خوب هست و نصیب باشد این مجموعه 2028 بعد 2 سال آغاز می شود و در آنجا قهرمانی جهان اوید با بوکس یا که دیگر چیا، اولش که این برای بوکس است، قهرمانی جهان اوید لیگ IBA بوکس. این عمر نظرویچ کریملیوف رئیس این شرکت است و این رو با پول خودش در آنجا راست میکند و در برش باشد یک هتل 5 ستارگی و هتل 5 ستارگی برای 340 مهمان. این هم یک برای مهمانایی که از دیگر مملکت ها میاند برای تماشای این چیا یا که برای ورزشکارا. دوستان، این خیلی خبر خوب است چون که ورزش در تاجیکستان خیلی رشد و رونق یافته است و بچه های جوان با ورزش خیلی آماده هستند. و عمر نظرویچ کریملیوف این رئیس لیگ IBA در تاجیکستان به دنیا آمده است. حاضر در مسکو زندگی میکند و خودش پدرش تاجیک است و مادرش روس و خودش در تاجیکستان به دنیا آمده است و این وطنی او هست و در وطنش میخواهد که همین مجموعه ورزشی را راست کند برای مردم تاجیکستان. و دوستان در کامنت ها عمر نظرویچ کریملیوف رو تبریک کنید، نمیدونم با او سلامتی آرزو نمایید، دعا کنید که او همیشه با مردم تاجیکستان با مردم خودش او همیشه کمک میکند و از این هم زیادتر کمک او به مردم تاجیک برسد. و دوستان، این خیلی خبر خوب است. نصیب باشد شاید که اگر با او وقت رو ما زنده و سلامت باشیم شاید که در آنجا همون شاید که UFC را برگزار کنند، کی میدوند، چون که به نزدیکی آخری سال در تاجیکستان لیگ ACA مسابقه برگزار میکند، فکر میکنم ماه سپتامبر یا اکتبر. برای این هم یک خبر خوش است. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. آخری هفته ما رو مسابقه های خوب انتظار است و من حتما به شما این خبرها رو میرسونم. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدایا رو یاورتون با تا امید دیدار.